یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای اولاد یعقوب، ای یهودیا، اذکروا یاد کنید نعمت مرا التي آن نعمتی انعمتکم و بالای شما کرده بودم و انی فضلتکم و بدون شک من شما را برتری دادم علی العالمین، به تمام زمانه عالمیانی که در زمان شما بود. تمام انسانای روی زمین در زمان خودتان شما بهترین ها بودین. الله اینجا دوباره خطاب میکند سر بنی اسرائیل. نعمتهای مختلف خدا الله در اینجا یاد میکند. خب در اونجا خود گفت نعمت یاد کنین، در اینجا الله دوباره تاکید میکنه که این نعمتها را یاد کنین. اذکروا بنی اسرائیل بیان کردیم، ای اولاد یعقوب یهود، یاد کنین با قول و عمل و عقیده نعمت مرا انعمت علیکم بالشکر علیها بطاعت، اطاعت فرمان برداری کنین. الله چشم به ما شما داده، گوش داده، نعمت های خوراک همه، این چطور میشه که ما عمل کنیم. و انی فضلتکم و بدون شک ما شما را برتری دادم علی العالمین، با تمام جهانیان. فضلتکم یعنی پدرایتانه، نعمتی که با بالای پدرها است با بالای اولاد هم است. مثل که الله متعال در سورت مائده بعض از نعمتها را بیان کرد، در اینجا میاد او را مسعی کنین یکم نعمت هاست. سورت مائده سپاره 6. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. بعض نعمت ها در اینجا است. آیت 20 سورت مائده. و اذ قال موسی، یاد که وقتی را که گفت موسی علیه السلام برای قوم خود، یا قوم ای قوم اذکروا یاد کنید نعمت الله، نعمت الله را علیکم به بالای شما. او چی است؟ اذ جعل فیکم انبیاء، وقتی که پیدا کرد الله در بین شما انبیاء را. بعد از یعقوب علیه السلام تمام انبیاء در قوم از اینا تیر شده. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، زکریا، یحیی، داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، کلش چیزی که انبیاء است. خب غیر از خاتم النبیین بعد از یعقوب اکثریتش دمی قوم تیر شده. در بین شما الله انبیاء را پیدا کرد. یا قومی که نبی در بینش می علمایی سه، اونا اون نعمت الله است. خب علما باشد. قوم افغانستان عالم کم داره، نه نعمت نه. عالم زیاد بود، قرآن فهم زیاد بود، این نعمت است. مردم می رود به طرف دین الله، نعمت ها و ثواب هاست. و جعلکم ملوکا، و گردانید شما در بین شما پادشاهان. مثال پادشاهی را الله به اینا داد. فرعون که غرق کرد مصر برشان داد، نه؟ سلیمان السلام از قوم از اینا. یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض، خلافت روی زمین الله به داوود علیه السلام داد، از قوم از اینا است، قوم یهود است. و زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام چه معجزاتی داشت. و در بین از اینا بسیار پادشاه تیر شده. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، به شما آنچنان نعمتایی را داد که هیچ یک از مخلوقات نداده بود. بسیار الله به اینا نعمت ها کرد. اینجا بیان میکنه که او چیز بعضشه. فضلتکم، فضیلت سر کل امت نیست. خب فضیلت سر عالمین زمانشان، زیرا این امت کنتم خیر امت، بهترین امت هاست. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. در اینجا الله می ترسانه اینا را که شما نافرمانی، ناسپاسی نعمت الله را نکنین، با قرآن ایمان بیارین، با آخری پیامبر یهود، و اگر نیک کردین باز ای تو عذاب ده، ای تو روزی میرین کسی نجات تان نمیده. واتقوا، بترسین، یوما از روزی لا تجزی که دفع کرده نمیتاند، نجات داده نمیتاند، نفس یک نفس عن نفس از نفس دیگر شاین هیچ چیز را، نفس مجرم از غیر مجرم هیچ چیز دفع کرده نمیتاند، یا نفس پاک از نفس مجرم. ولا یقبل منها شفاعه، قبول نمیشود از این نفس شفاعت، سفارش، از این نفس مجرم یا کسی دیگه بر مجرم شفاعت نمیتونه. ولا یؤخذ منها عدل، قبول نمیشود منها از این نفس فدیه، فدیه عدل جرمانه را میگه. ولا هم ینصرون، و نه اینا نصرت میشن، مدد میشن، هیچ کس کمکش کرده نمیتونه. سعی کنین در دنیا 4 راه نجات داره. الله میگه کسی ایمان عمل بود نجاتش میده. در روز قیامت همین 4 راه نجات بند است. کدام است؟ یکی است که یک نفر جرم کرده،
میگه اینی را بگی در جای شیر الا بده. الله میگه اونجا نمیشه. دو میز که شفاعت و سفارش، میگه سفارش ما را بکو. سفارش و شفاعت، یک نفر میه شفاعت کسی را میکنه، از بندی خانه خلاصش میکنه یا از یک مصیبت خلاصش میکنه. بندی شده میگه بریم پیش رئیس فلانی، وزیر صاحب فلانی، رئیس جمهور، سفارش هم میکنیم. در دنیا میشه. سوم رئیس جرمانه، دلار بده، میگه 1 لک 2 لک 3 لک دلار بده، خدا خلاص کن، پول پیسه بده. چهارم رای نجات، نصرت، نیرو داری به زور میام میکشید از مصیبت. در روز قیامت نه نیرو است، نه کسی شفاعت میتونه از مجرم مشرک کافر بدین و نه فدیه قبول میشه و نه عوض یک کس دیگه کس گرفته میشه. روز قیامت این راه ها بند است. پس چیه سبب نجات؟ ایمان صحیح، عمل صحیح مطابق قرآن. هیچ یکم تا دیگه میگه که ما را شفاعت میکنه پیامبر. تو چی کردی که شفاعت کنه؟ حالا یک ایمان خوب باشه. نه ایمان صحیح داری نه عمل. حتی به نماز آمد رسول الله میگه کسی نماز نخوانه کافر است. حالا تو یک نماز هم نمیخوانی باز میگه که پیامبر شفاعت میکنه. و یک کسی که در آتش جهنم بره این خب بسیار باز خطرناک است. واتقوا، پس بترسین. الله میگه از این روز بسیار هیبتناک که لا تجزی، دفع نمی کند یک نفس، که این نفس چی باشد؟ غیر مجرم، نبی باشه، هر کی باشه، از نفس مجرم شیئا، هیچ عذابه، هیچ عذاب الله را، یک چیزی از عذاب الله را دور کرده نمیتونه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم کاکاش کافر تیر شده، نه ابو طالب، ابو لهب، میتونه نجاتش بده؟ نه. شفاعت پیامبر در حق مجرمین قبول نه، هیچ، نه ملائکه نه عالم. یکم تو میگم ما شما چند تا پدرم شهید شدن بس است، با شفاعت 72 نفر میکنه. حالا تو پدرت شهید شد، خودت هم ایمان تا حفظ بکو، یا ذره کاری بکو که نجات بیافی. پدر تو رو نجات داده نمیتونه. باز میگن ای افغانستان 2 میلیون شهید داده، ما را شفاعت میکنه. این بسیار این گپا وسوسه شیطان است. خب ولا يقبل منها شفاعه، قبول نمیشه از نفس مجرم شفاعت و سفارش، یا نفس مصلح آدم نیک نبی هر کی که باشد شفاعت درباره مجرم. نوح علیه السلام اولاد خود شفاعت کرده نمیتونه. لوط علیه السلام خانم خود شفاعت کرده نمیتونه، کافر تیر شده. ابراهیم علیه السلام پدر خود شفاعت میتونه؟ نه. بسیار خطرناک. ولا یؤخذ منها عدل، گرفته نمیشود فدیه و جرمانه. در اینجا خو یگام جرمانه میتی میری. قتل خطا شد میگی ما این 2 لک 3 لک 10 لک، خلاص اونجا نمیشه. اونجا جرمانه گرفته نمیشه. اینجا پیسه داده میشه، رشوت بده خدا بکش. اینجا بسیار رشوت میتن. یک آدم قاتلا چرا میتو اختطاف میکنه، قتل پیسه میتن میکشه. اونجا نیست. حتی الله در قرآن میگه که کل زمین پر است الله جرمانه بده، الله قبول نداره. ولا هم ینصرون، نصرت هم نمیشه. چی معنا؟ این عقیده و اعمالی که شما دارین شما را در آتش میبره. الله خیرخواهی مردم میکنه ولی مردم نمیفهمن. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یاد کنین زمانی را که نجات دادیم شما یهودیا را من آل فرعون، از لشکر فرعونیا، یسومونکم سوء العذاب، که میرسانید به شما بدترین عذاب. یذبحون ابناءکم، ذبح و حلال میکرد فرزندایتان، بچه‌هایتان میکشت. و یستحیون نساءکم، باقی میمان زنهای شما را برای خدمت و بی‌حیایی. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در این کار فرعون برای شما امتحان بود عظیم، بزرگترین امتحان. من ربکم، از جانب ربتان بزرگترین امتحان بود. این نعمتها شروع شد. دعایت قبلی چی گفت؟ اذکروا نعمتی، نعمت ما را یاد کنید. نه در 2 جای گفت. اون نعمت بعضش چی بود؟ اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، نبوت براتان داد، پادشاهی را براتان داد، نعمتایی را داد که به هیچ کس نداده. در اینجا الله میگه که این نعمت که دشمن شما را نجات داد. این تو یک دشمنی که شکست از او کس تصور نمیکنه. فرعون خاندانی بود، 60 سال حکومت کرده بود، خاندانشم خودش 60 سال.
چند صد سال خاندان از او پادشاه بود در مصر. نامش ولید ابن مصعب است. خب فرعون از تفرعنه به معنای جبر و به معنای شدت، آدمای شدید جابر بودن. این لقب است. خب مثل که لقب پادشاه فارس چی بود؟ کسرا. لقب پادشاه روم قیصر بود. لقب پادشاه افغانستان چی است؟ رئیس جمهور. نامش چیست؟ محمد اشرف غنی. عین و غین که میگن نه؟ غنی چی است؟ محمد اشرف. نامش محمد اشرف غنی یا ای که احمدزی نه؟ این نام قومیش. اما خودش رئیس جمهور، اجال مآب رئیس جمهور صاحب جمهوری اسلامی افغانستان. این نامش هست فعلا. خب در اینجا این فرعون که است لقب است. خب مثل که میگن ملک، در اینجا ملک میگن و شاه صاحب میگن و خلیفه میگن و آل فلان. نه خلیفه، این کلش لقب است. اینجا فرعون که است لقب است. نامش چی بود؟ مصعب یا مصعب ابن ولید. ولی الله با ایره با منصبش یاد میکنه، به این نام مشهور بود. الله میگه یاد کنین نعمت مرا ای یهودیا اولاد یعقوب، زمانی که نجیناکم نجات دادیم، شما را نجات دادیم. از چی؟ من آل فرعون، از فرعونیا. آل تابعدارای یک کس میگه. از حمله فرعون و نیروهای فرعون. و این اگر که خطاب به یهودی است که در دوران رسول الله هم بود، اما این نعمت الله به بالای کی کرده بود؟ پدرایشان. نعمت به بالای پدر، نعمت به بالای اولاد است، به می نسل است. که نجات دادیم شما را از خود فرعون، ظالم بود میکشت، از نیروهای فرعون که بسیار کارا میکرد. بعضی عذابا را الله یاد میکنه. یسومونکم سوء العذاب، میرسانید به شما بدترین عذاب. او چی است سوء العذاب؟ او بسیار چیزا بوده، میزد و بسیار کار میکرد، پیسه کم میداد، ظلم میکرد، بندی میکرد. از او جمله یذبحون ابناءکم، یک چیز خب که ذبح میکرد ابناءکم، فرزندای شما را. ابن چی را میگه؟ همون بچه هایی که مذکر بودن، بچه بودن، زن نی دختر نی، امیره میکشت. این تو میکشت پیش روی پدرش، گردنش کت کارت میبرد یا استاد میکرد که شمشیر میزد. حتی اطفال نو یک طفل پیدا میشد گردنش میبرد میره حلال میکرد. ذبح نمیفهمین، گوسفند میبینین چطور حلال میکنه؟ ای تو حلال میکرد. خب ای تو ظالم بود. یک سال هم نه، چندین سالی کار کرد. الله صبر کرد. خب الله ای را میدید ولی کار شد. این ظالمایی که میال مسلمان ها را میکشن نه؟ در سوریه و حلب میتون بمباردمان میکنن، در افغانستان و هر جای. اینا نجات نمیافند. خب الله اینا را جزا میده. فرعون هم میتون میگه ذبح میره میگم. و یستحیون نساءکم، باقی میمان زنهای شما را. زنهایشان چی میکرد؟ به خاطر خدمت. یک معنی است که حیایشان سلب میکرد، تجاوز جنسی میکرد، زنا میکرد پیش دیگه پدر و مادرش زنا میکرد. همیال در سوریه حکومت سوریه که است همی کارا میکنه، مسلمان ها را پیش شوهرش به همی تو میکنه. یقین کن همیال همی ظلم در این قرن ما ذبح هم روان است. یک بم میپرتد 1000 طفل بالا میره نه؟ 1000 طفل کت پمپر رو همش میره طرف بار میخوره در زمین تو تایش باد میشه. ببینی نه بدن از اونها رو. نام خدا مانده مدافعین حقوق بشر. حقوق بشر پایمال نکنین. خب نمیکنیم سر خودش یک بم میپرد 1000 تا رو میکشه. این مسلمان نیست، این انسان نیست. برو مسلمان انسان طفل همین چی گناه کرده؟ زنم میکشه، پیرم میکشه، شفاخانه را میزنه بمبارد میکنه. زنایشان تجاوز. این بدترین عذاب است نه؟ این تو یک ظالم پادشاه. باز الله میگه و فی ذالکم بلاء، در اینمی عذابی که فرعون بر شما میداد بلاء عظیم، امتحان بزرگ بود من ربکم. یک امتحان. همین ذبح کردن، زنا را ماندن، خدمت گرفتن، تجاوز کردن، این یک امتحان بود. ولی اگر کسی در این امتحانا صبر کنه، تسلیم نشه، باز اینا هم میتو کردن.
در این امتحانا راستی صبر کردم. الله چه نعمت‌ها را داد. بعد از حکومت مصر، پادشاهی، انبیا، بسیار نعمت‌ها را برشان داد. ما و شما ممیال سر ما ظلم میشه، صبر کنیم هر قدر که میشه. الله بر ما حکومت روی زمین والله میده. به کافر تسلیم نشو، به ظالم تسلیم نشو، الله برات قوت میده. تسلیم نشو. وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. و اذ فرقنا، زمانی که ما جدا کردیم، بکم به شما بنی اسرائیل یهودی البحر، بحر را پاره کردیم، بحر را. فانجیناکم، نجات دادیم شما را. و اغرقنا آل فرعون، غرق کردیم فرعونیا را. و انتم تنظرون، در حالی که شما نظر می کردین، می دیدین به چشمان خود. در آیت قبلی الله نعمت خدا بیان کرد به بنی اسرائیل که چی بود؟ نجات از اینها از عذاب فرعون که ذبح میکرد، دختر خانمایشان به حیا میکرد و خدمت از اونا میگرفت، بچه هایشان میکشت، جوانایشان. دلیل از چی بوده؟ چرا میکشت؟ مفسرین دو نظر بیان کردگیستن که چرا این میکشت. یک آدم گناه چیز نکن چرا کشته بره؟ سوال جوابش به این خاطر ذبح میکرد بچه را که خواب دیده بود. یک قول میست که اونجا در مصر دو قوم کلان بود، یکی بنی اسرائیل بود اولاد یعقوب یهودی ها، و دوم قبطی ها بود، مصر قوم خود فرعون. قبطی ها اگر که کم بودن ولی حکومت پیششان بود. خواب دیده بود که یک جوانی از این مردم پیدا میشه و حکومت مرا از بین میبره، قدرت میگیره. این خواب برای تعبیر کننده خواب گفت کائنا، اونا گفتن که این میتونه کسی پیدا میشه حکومت میگیره. بازی فرمان داد که این بچه ها و جوان ها از اینا کشته شود. باز میگن 1 سال نفر میکشت بچه ها را، دستی که کشت و کل جوانایشان. باز خود قوم قبطی ها پیش فرعون آمدن، قوم خودش، که کل جوان ها از اینا کشته شود کارا سر ما میاد، ما خسر از اینا کار میکنیم، زراعت، زمین دیگه کل کاربار هم یا جوالیگری همه. مثل که سابق در افغانستان یک قوم جوالی بودن، نه؟ گفت حالا می کار کل می کارهای شاقه را ما سر از اینا میکنیم، اگر اینا کلش بمونه باز مجبور می کارهای سخت ما بکنیم. گفت چی میکنیم؟ چی کار کنیم؟ گفت 1 سال بکش، 1 سال نه، 1 سال باز سالی که نمیکشت هارون پیدا شد، هارون علیه السلام. 2 سالی که میکشت موسی علیه السلام پیدا شد. و با تفصیلش میاد که موسی علیه السلام چطور پیدا شد، چی کار شد، او در دیگه صورت ها میاد، او را نمیگه. ولی الله متعال 2 سال موسی علیه السلام پیدا کرد، نجاتش داد، کشته نتانست. و دوم نظری است که بنی اسرائیل یهودی ها میفهمید که در کتاب های سابقه می بود، انبیا برشان بشارت داده بود که یک نبی میاد در مصر و فرعون حکومتش از بین میبره. این را دیگه انبیا بشارت داده بودن، الله خبر داده بود، یا خاندانی نبوت بودن. همین قول قوی است. و یا میفهمید که اینا خاندان نبوت است، راست میگن، و می اقدام به قتل کردن. بس جوانا را کشته میره. جوان چه حتی طفلی که نو پیدا میشد مادرزاد اونمو را میکشت. الله دیگه نعمت بیان میکنه، میگه یاد کنین این نعمت دیگه را. اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که فرقنا یعنی فلقنا پاره کردیم، جدا کردیم از برای شما بحر را، تا اینکه آشکارا شد زمین خشک و شما در این رفتین. فانجیناکم، نجات دادیم شما را. تفصیلی از این واقعه در اینجا نمیگیم، پیش میریم در سورت های شعراء و سورت طه و سورت قصص بیان میشه. و این بود که این فرق بحر موسی علیه السلام الله حکم کرد اجرات کو. وقتی که در نزدیک بحر رسید این طرف فرعون پشتش حرکت کرد. بعض مفسرین میگه 6 لک نیرو بود که 6 لک نیرو سرشان حمله کرد. اینا گفتن یا موسی انا لمدرکون، ما گیر شدیم. موسی علیه السلام گفت کلا، شما اینجا گرفتار نمیشین، انما یا ربی، به امر من رب ما هدایت میکنه. الله بر موسی وحی کرد که انضرب بعصاک البحر، بحر بزن که میزد آب بحر دو نیم شد. بحیره قلزم یا بحر احمر بود، دو نیم شد، نیمش سرف نیمش سرف، و یک شمال آمد گلش از زیر بالا شد، 12 کوچه جور شد. اینا حرکت کردن دمی بین رفتن. اینا که رفتن فرعون از پشتش رسید
و اینا خوب که تیر شدن، اینا در بین بر نزدیکه چی رسیدن و آب پس حرکت کرد با حکم الله، به صورت طبیعیش که حرکت کرد، کل از اینا را غرق کرد و فرعون الله جسدش بیرون ساخت و اینا دیدن که مردگی است، باز مومیایی شده و تابال مومیاییش در مصر است. امیال هم در موزیم مصر است، فرانسه هم سر از او کار کرده است. در قرن 20 یک دکتر کلان فرانسوی هم مسلمان شده، او را که دیده که بسیار سالم است، معجزتاً سالم مانده الله را، این سبب ایمانش شده. الله میگه یاد کنین که نجات دادیم شما را، بحر جدا کردیم. میره بسیار یک معجزه کلان است، نه؟ نزدیک بحر بیا، بحر جدا شو تو بری، این کلان نعمت است، نه؟ که گفتیم که الله گفت که اذکروا نعمتی فانجیناکم، نجات دادیم شما را و اغرقنا آل فرعون، غرق کردیم فرعونیا را. اینجا آل تابعدار اینا، خود فرعون هم داخل است. خب یکم تزیات میگن خودش هلاک نشده، این نظر صحیح نیست. در دیگه آیات ها میگه صراحتا الله میگه فاخذناه و جنوده، خود فرعون گرفتیم و اغرقناهم، باز غرقشان کردیم. و انتم تنظرون، غرق کردیم فرعون با لشکر و نیروش، در حالی که شما نظر میکردین، مشاهده میکردین. و این بزرگترین نشانه قدرت الله است که نجات میته اولیای خدا دشمنا را هلاک میکند. و نجات از این مصادف بود به روز چی؟ برابر بود به روز 10 محرم. نمی 10 محرم عاشورا که میگن، نه؟ باز الله حکم کرد به موسی که این روزه به خاطر شکران نعمت روزه بگیره. رسول الله صلی الله میگیره فرض بود، پس آن که روزه رمضان فرض شد و مستحب شد. حال رسول الله صلی الله میگه کسی که 10 محرم 9 و 10 روزه بگیره، گناه 1 ساله گذشته شه الله محو میکنه. پس در برابر نعمت چی بکاره؟ شکران، سپاسگزاری نعمت. موسی علیه السلام روزه گرفته، این تو نکنه که بگه شکر خدایا، نه؟ روزه گرفت، روزه این اونمو است و در این باره بسیار حدیث است. دشمن که کشته شوه پیش روید و تو ببینی جانکنی میکنه و مرده شیست، برای بسیار یک لذت داره. پیش روید که الله دشمن هلاک، دل انسان یخ میشه، دل انسان خوش میشه از این که دشمن هم تو بمره و نبینیش. از این که دهی الله میگه ای تو غرقش کردیم شما میدیدین و این را الله عذاب آسمانی آمد به بالایشان، یعنی به عمل خودشان نشده، الله خودش حراکشان. و اذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعدی و انتم ظالمون. یاد کنین وقتی را که وعده کردیم به موسی علیه السلام 40 شب، ثم اتخذتم العجل، بعد از شما گرفتین گوساله را، من بعدی، بعد از رفتن موسی علیه السلام به کوه طور، و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم مشرک بودین. دیجر الله متعال این تمهید است برای نعمت بعدی. و نعمت چی است؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، بعد از عفو کردیم ما شما بعد از این شرکتان گوساله پرستی گناهتان بخشیدیم. و انتم لعلکم تشکرون، تا اینکه شما عقیده توحید قبول کنین و به نظام توحید پابند باشین. الله دیگه نعمت بیان میکند. وعده کردیم به موسی، اینجا باب تفاعل به معنای تفاعل نیست، اینجا به معنای لازمی است. وعده کردیم ما به موسی علیه السلام، الله میگه که تورات بتیم بعد از 40 شب و این بعد از نجات از اینا از فرعونیا. حالا که نجات یافتن، الله موسی علیه السلام گفت در کوه طور بیا تورات میتیم، کتاب آسمانی را، که مردم هدایت شان مطابق کتاب الله زندگی کنند. وقتی که موسی علیه السلام به کوه طور رفت تا که 40 روز تیر شد، 40 روز گفته بود اینجا عبادت کو، تا که 40 روز پس بیاد، وقت مردم گوساله پرست شد. همین مردمی که دیدن فرعون غرق شد، الله نجاتشان داد. اینمی مردم گوساله را شروع کردن، ای تو ظالم است. این کی بودن؟ این مردم یهود است، این یهودی ای تو ظالم است. وعده کردیم به موسی 40 شب، در صورت اعراف می 30 شب بود، بعد 10 روز دیگه اضافه کرد. یکم تبلیغی ها از استدلال میکنن می 40 بزن، نه 40 میگه برو از این نمیشه. خب استدلال کرده اونجا حکم موسی علیه برازه بود و در دین ما شما رسول الله هم نگفته که 40 برای. در اسلام دعوت همیشه هست، 40 روز نیست، 4 ماه و 5 ماه و اینگه پا. اگر 40 لازمی کردی بدعت میشه. ثم اتخذتم العجل
بعد از این شما عبادت کردین گوساله را، من بعد اتخذتم متحدث اتخذتم العجل الها، جور کردین گوساله را خدا و عبادت شروع کردین بعد رفتن موسی به میقات. و انتم ظالمون، در حالی که شما تجاوز کننده بودین و شرک کننده بودین. ظلم به معنای شرک. الله گفته بود غیر از الله کسی را عبادت نکنین، ظلم کردین، یعنی از حدود تیر شدین. ثم عفونا عنکم، باز عفو کردیم ما از شما، عفو کردیم یعنی از این جرم بسیار بزرگتان که شرک است تیر شدیم، بخشیدیم. من بعد ذلك، بعد از این شرک، لعلکم تشکرون، تا اینکه شما چی کنین؟ سپاسگزاری نعمت الله را بکنین. سپاسگزاری نعمت الله و چی است که با عقیده توحید پابند شوین. خوی شرک از یار چه قسم بخشیده پسان بیان میکنه. گفت توبه کنین و طریقه توبه را میگه. توبه کردن. و اذا اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون. الله متعال دیگه نعمت بیان میکند وقتی که میگه یاد کن نعمت دیگه که دادیم به شما، دادیم به موسی علیه السلام که پیامبرتان بود، الکتاب تورات و الفرقان، فرقان دادیم لعلکم تهتدون، تا اینکه شما به هدایت شوین، راه درست پیدا کنین. الله متعال دیگه نعمت بیان میکند. آتینا موسی الکتاب، به موسی علیه السلام کتاب دادیم. این نعمت بسیار خاص است. کتاب چی است؟ تورات است. فرقان که فرق می آورد در بین حق و باطل. این صفت است برای می کتاب، عطف است، عطف بیان. بیان می این کتاب چی صفت داشت؟ این کتاب صفتشی بود که در بین حق و باطل جدایی می آورد. تمام کتاب های آسمانی هم اینطور است. الله قرآن آخری کتاب چی نام داره؟ قرآن. کتاب ذالک الکتاب و ننزل من القرآن ان انزلنا قرآنا عربیا. ولی یک صفت من قرآن هم چیز؟ فرقان است. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. فرقان بعضی مفسرین میگه که معجزات. کتاب دادیم دیگه چیزهایی که فرق در بین حق و باطل شد معجزات. بعضی میگه که صفت قرآن است، صفت می کتاب تورات است. چرا کتاب دادیم؟ لعلکم تهتدون، تا اینکه شما به هدایت شوین. چه قسم به هدایت شوین؟ به تدبر کنین در علم و عمل کنین در احکامش. علم و عمل. تا که کتاب الله را یاد نگیری عمل کرده نمیتونی. مثل که دکتر تا کتاب نخونه عملیات کسی را کرده نمیتونه. بعد از این الله بیان میکند کیفیت واقع شدن عفو. چطور عفو کرد؟ ثم عفونا. مفت عفو نمیشه، خود توبه بکنی باید. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحیم. وقتی که گفت موسی علیه السلام از برای قوم خود، یا قوم ای قوم ما، انکم ظلمتم انفسکم، بدون شک شما ظلم کردین به نفسایتان، باتخاذكم العجل، به گرفتنش خود شما گوساله را من حیث اله معبود خدا، فتوبوا الی بارئکم، توبه بکنین به طرف خالقتان، فاقتلوا انفسکم، بکشین نفسایتان یک دیگرتان را، لعلکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ذالکم این قتل نفس خیر است، بهتر است از برای شما، عند بارئکم پیش خالق شما، فتاب علیکم، رجوع کرد الله به بالای شما، توبه تان قبول کرد. انه هو التواب الرحیم، بدون شک الله توبه قبول کننده نهایت مهربان است. این دیگه نعمت. با وجودی که میگه گوساله را عبادت کردیم، الله راه توبه را برتان نشان داد. اگر نمیداد کلتان در جهنم میرفتید. و باز توبه تان چی کرد؟ قبول کرد. این بزرگترین نعمت است. خب شرک بکنین، گوساله را عبادت کنین، شرک این بسیار. ان الشرک لظلم عظیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله شرک نمیبخشه. ولی اگر توبه کنی الله راه توبه را به اینا نشان داد. اگر نه کل آتش جهنم میره. این دیگه نعمت. این نعمت ها دیگه شروع شده. موسی علیه السلام از برای قوم خود گفت که ای قوم انکم ظلمتم، شما ظلم کردین به نفسایتان. با وجود یک کسی که گناه میکند خودش به بالای خود ظلم میکنه. گناه خودش ظلم به بالای نفس. چرا؟ زیرا گناه سبب عذاب میشه. این خود ضرر میرسانه هر کی گناه کنه. باتخاذکم العجل، به سبب عبادت شما گوساله را، به عبادتکم للعجل، یا باتخاذکم العجل الها، این که گوساله را خدا جور کردین.
این که گوساله را چطور خدا جور کردن طریقش باز میایه. خب الله متعال در سورت اعراف سورت طه اونجا بیان میکنه که چه قسم گوساله را اینا جور کردن خدا، تفصیلش اونجا میاد. فتوبوا الی بارئکم، توبه بکنین به طرف خالقتان. باری ذاتی را میگه که انسان خلق میکنه، خودش از عیب نقصان پاک است. باری امور میگه خلق هم میکنه، شکل زیبا میده، نعمت ها را میده. این را به این خاطر گفت که یعنی ذاتی که شما را پیدا کردیم به طرف ازی توبه کنیم. توبه چطور شود؟ فقتلوا انفسکم، در اون وقت توبه بود که بکشد یک کسی که گناه نکرده مجرمه. او مردم دو گروه شدن. موسی علیه السلام که رفت سرپرستشان جانشینشان کی بود؟ هارون. در قرآن میاد سورت اعراف. هارون علیه السلام هر قدر دعوت داد نشد، یک عیسی زیادش گوساله پرست شد، بعضش ماند. آل موسی علیه السلام میگه که طریقه توبه شما است کسایی که گوساله را عبادت کرده اینا آماده مرگ شوند، کسایی که نکرده شمشیر بگیرن اینا را دیه. اگر که مفسرین گفته که یک دیگر را بزنین و بعد میگه اینا در شب تاریک بود زدن اینا را، بسیارش مرد، یک چیزش مردار شد دیگه. انشاءالله گفت صحیح شد. همین که تسلیم شدن، بعد میگه نه هیچ کشته نشدن، آماده که به مرگ شدن، الله حکم نازل کرد که صحیح شد، توبهتان قبول شد. بعضی میگه نه بسیارش مرده، بعد مبالغه هم کردن که زیاد مرده، ولی گپای اسرائیلی است. میگه 70,000 نفرش مرد. فقتلوا انفسکم، بکشین یک دیگرتان را. چه معنی؟ کسایی که گناه نکرده اینا را بکشه. ذالکم، اینمی قتل خیر لکم عند بارکم، بهتر است از برای خیر است از برای شما به حضور ربتان. الله متعال به این راضی میشد. فتاب علیکم، ضمیر توبه راجع به سوی الله رجوع کرد الله متعال به بالای شما، یعنی توبه تان قبول کرد. توبه به معنای رجوع، الله توبه تان قبول کرد. انه هو التواب الرحیم، بدون شک الله توبه قبول کننده مهربان، یعنی عظیم المغفرت واسع التوبه است. از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که آل دی امت الله نعمت کرده. هر قدر گناه کنی حاجت کشتن نیست، پشیمان شوید، گناه را ترک کو، استغفار بگو، تصمیم بگی که دیگه گناه نمیکنم، الله میبخشه. یعنی می شرایط توبه است. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. یاد کو وقتی را که گفتین شما ای موسی لن نؤمن، هرگز ایمان نمیاریم، باور نمیکنیم، لک از برای تو، حتی نرى الله جهرة، تا اینکه ببینیم ما الله را آشکارا به چشم خود. فاخذتكم الصاعقة، گرفت شما را آواز یا یک آتش گرفتتان، و انتم تنظرون، در حالی که میدینین که یک دیگرتان میمردین. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، بعد از این الله زنده کرد شما را بعد از مرگتان تا اینکه شما شکران و سپاسگزاری نعمتهای الله را بکنین، عقیدتا قولا و عملا. هم از نگاه عقیده هم قول و عمل. در اینجا الله دیگه نعمت بیان میکنه. این ظالما خو بسیار یک گناه کلان کردن. اون گناه چی بود؟ موسی علیه السلام بیرون شد که عذر خدا بیان کند پیش الله که اینا گوساله را عبادت کرد. 70 نفر انتخاب کرد که بیاین بریم. واختار موسی من قوم 70 رجلا. در سورت اعراف میاد پیش الله میریم و عذر خدا بیان میکنیم که الله ما را ببخش. وقتی که در اونجا رفتن، خب ابرا پوشانی الله موسی علیه السلام نزدیک شد که تا الله گپ زد. بعضی میگه اینا ما آواز شنیدن، بعضی میگه نه اینا گفتن که ما آواز الله را شنیدن، گفتن قبول نداریم، تا که الله را نبینیم ایمان برات نمیاره. بگو که الله خدا به ما نشان بده. اینقدر تکبر کرد. الله متعال یک صاعقه را چه الماسه که سرشان نازل کرد کلش در گرفت، مرده. یا یک آواز قوی آمد کلش مرد. که مرد موسی علیه السلام معجزه کرد که الله این مردم ما آوردم که ای تو شوا، حالا اونجا برم میگه تو کشتی نفرای ما، کلش کلانام بودن. ما چی بگویم؟ در سورت اعراف میاد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، بی عقلای ما این کار کرده، اینا جاهل شدن. باز الله متعال چی کرد؟ پس اینا را زنده کرد. الله در دنیا مرده را زنده کرده، یک واقع شی نمید، چندین واقع میاد. خب این مرگشان موقتی بود، خب پس زنده شد.
یاد کو اون نعمت الله را که شما گفتین ای موسی وقتی که بیرون شدیم به امرای موسی که عذرتان پیش کنین. لن نؤمن لك هرگز باور نمیکنیم. اینجا ایمان شرعی هم است لغوی هم. تصدیق نمیکنیم بر تو که تو پیامبر هستی، باور نمیکنیم. و آنچه که ما شنیدیم میشنیده این کلام الله سیر قبول نداریم. میشنه و کف الله را می قبول نداریم. حتی نر الله جهرتا، تا که الله را ببینیم آشکارا به چشم خود، علانیتا مشاهدتا به چشم خود ببینیم. این گپا که گفتن فاخذتکم الصاعقه، الله می گرفت شما را صاعقه. صاعقه یک آتش از آسمان آمد الماسک فاحرقهم، درشان داد، کلش در گرفتن. و انتم تنظرون، در حالی که شما می دیدین و عذابی که واقع شد. یکش می مرد در می گرفت چیخ می زد، دیگهش می دید، دیگهش می تو مرد، کلشان مرد. موسی علیه السلام می گریان شروع کرد، دعا کرد یا الله بهترین ها را آوردم، این چطور میشه من پیش قوم چی بگویم؟ عاجزیش آمده در قرآن ربنا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. همین دعا را میکنه در سورة اعراف میاد. ولی تیزتر بریم که با ثم بعثناکم من بعد موتکم. الله میگه باز بعث چرا گفت من بعد موتکم؟ گفت اشاره به سوی که حقیقتا زنده شدن. اگر بعث میگفت تنها من بعد موتکم نمیگفت، کسی فکر میکرد که خواب سرشان آمده از خواب بیدارش کرد خلاص. الله میگه نه، باز زنده کردیم شما را بعد از مرگتان، بعد از اینکه یک شب و یک روز مرده بودن. فقام و استاد شدن و یکدیگر را دیدن. خب و می دیدن که یکش زنده میشه، دیگه خدا می دید که زنده شد. سبحان الله. چرا شما را زنده کردیم؟ لعلکم تشکرون، تا اینکه شما سپاسگزاری نعمت الله را کنین. بچی به بعث بعد الموت، که الله دوباره زنده میکنه مرداره. حتی به اینا بچشم نشان داد. این توی کافرای خطرناکی بنی اسرائیل بوده. هر چیز میگم نبینیم قبول نداریم، الله را نبینیم قبول نداریم، مرگ طریقه زنده شدن نبینیم قبول نداریم. الله بسیار چیزا را به اینا نشان داد. اینی قوم یهود است. خب این تو ظالم مرد به ما و شما کی الله نشان داده؟ ولی ما و شما ایمان داریم.